آقا صاحب سعی کن، من چقدر به انسان همی آدم همی فهمانم، سعی کن نمیشه همی آدم تو رو، والا همیجا کدام ما مقصر هستیم آقا صاحب، والا من گردنت که بسته دیدم اگر راست بخدا نگویی. در راست آقا به صاحب خدا من که دیدم یک شما نفر بسیار یک چه چو میگم باش چو جواب باش هستی. نجاتی گپ زده رای چو باش. بفرما. یعنی به واقعیت فهمیدی صاحب نجاتی را خب من آنیا بیخی شاید است بسیار روزهای بعد و دشوار از خاطر کشیده، حتی که در لایف هم یک چند رقم همراهش هم صحبت شدم، گلون شخص اگر گفته میخسر را بیخی بسکلان و دیگه تو هم فهمیدی بدر گپ حقا میگی بدر نمیتونم، فهمیدی بدر بهترین های شما من در نظر میگیرم، فهمیدی بجای بیادر باشی میگه نه بیادر نه. عاشقی بسیار سخت است، جنجال است در بین دو عاشق، بسیار سخت است که موی سفیدی کنی. دو عاشق نه، ببین من عاشق کس نیستم، اوکی آقا صاحب لطفا چی همی میگم آدم آنیا عاشق جان؟ یک طرف هستن. آنیا جان یک دقیقه صبر کن. آقا صاحب یک دیدم از زندان رخصت آمده بودم، میگه یک بچه خوب پیدا نشه که بگیرم. اصلا که بچه خوب پیدا میکنه حقیقت بگو، وطن دار شما مان یک گردن دست حقیقت بگو. والا آنیا چیز نجاتی صاحب در جگر جان ما چی بگویم، من آنیا ما را سلام علیک داره، من دیوار از ما دوستش دارم تو، والا قربان آقا خرابات صاحب دیگه بخیر دختر هم باشی. از کاکس فهمیدی. ما همیشه لایف های شدیده بعد تو که خود ما به آن وقت در واتساپ یکی به دیگه هم کلام بودیم دیگه، از عشق شما فهمیدی دیگه گفتن نمیتونم من در بین دو دوست چه بگویم من. آقا صاحب ولی من پیشتر زیر لایف تان بودم، خدا رسی بسیار تاثیرم کرد، دیده نتونستم بیخی برآمدم، با خدا جگرم خون شد. آقا صاحب من چی میگم تا آقا صاحب، یک نفر عاشقش باشه با زور بگه ترا بیادر بخواه زاره نه که فهمی میکنم تقدیر خود دیم زندگی را مگایم. اینطور است الان بهتر بیاگی نکنی جا نجاتی زاید پایان همین میپردمین، آنی لطفا هم در کدام چوکات گپ بزن. در همین چوکات گپ زده آنی رئیسم. هم کدام مشکل داره، حتما کدام دلیل خاص داره که ترا میگم مثال با جای بیادرم باشی. من ایتا خب از اون کده دلیل بکشی خوب خاص از داره. زندگی چی به درد میخوره؟ 100% آقا صاحب خدا یارت، میگه کج بشی راست بگو، خدا یارت از دل کس خبر نیست، از زندگی کس خبر نیست. قربانت دیگه، هم گپ حق گفتی، من دیگه کدام گپی ندارم. آقا نه صاحب من از راستی با واقعیت گپایی که آدیا زد من بیخی درکش کردم، 100% فامیلی بدر مشکلات بسیار فامیلی بدر اساسی داره. بیخی کدام گپی هست که حتی نمیتونه او را نباید فامیلی بیان کده میتونه و نه طرف بله فامیلی انتخاب کنه میتونه. حالی نمیشه که آدم زندگی خود در مجازی بگویم من هزار مشکل دیگه دارم، نجاتی تو حالا از من ما خبر گفتم نیستی خلاص که رفت دیگه، بنده میگم چی خلاص بس رفت. تو مرا فقط در مجازی دیدی، نجاتی تو از زندگی من خبر نیستی، من هزار مشکل دیگه دارم. هر فهمیدی مشکل داشتی که مشکل در دردایت من شریک هستم آنیا جان. نمیشه ای تو خب. اگر درد داشت دردت من درد داشت درد من میخرم، فهمید؟ قلبای شکسته درد غم هر چه داشت خریدارش مازم. دلبره که دلبر میگه من سلطان قلب خواستم من خودم، کسی نمیگم قلبش پیدا شد. اما خنده آنیا جان، خنده ما چی میگم آقا صاحب یک گپ دیمتا فهمیدی؟ آقا صاحب من مثلا من از رویت خنده دارم، از دل من خدا خبر چقدر غم دارم، چقدر غصه دارم، چقدر مشکلات دارم، فهمیدی؟ اما آنیا جان من خوش نگاه میکنم، خنده میتم، میگم که بیا وطن دارا و هم یکی آنیا جان اول خوش باشه که وطن دارا. گپ گوشت نجاتی جگر جانم بچه خوب هستی، بسیار بچه خوب هستی، هم دیوال هستی، ما دوست داریم، رفیق هستی، بیا در امی عاشقی به زور نمیشه. حالا بازور نی در زور میگم ما بدر ما چی میگم یک کلمه آقا صاحب آقا صاحب برات بگویم نمیخواد توته بکنی، اگر همون طرف امید نخواه فایده نداره. ما چی میگم آقا صاحب ما چی میگم مرا خود چی میگم ده مرا گو ویدیو خب آنیا جان 5 دقیقه مرا وقت بده با هر گپ زده بزنیم. گپ بزن باشه مشکل نیست، ما وقت دادیم گپ بزن. ما چی میگم آقا صاحب مرا گفت درباره من در لایف که کسی بس نکنه، گفتم بچه‌شم ویدیو تو بوشی گفت ویدیو برام به خاطرم جور نمیکنه، به خاطر شاید شما که در کس از سوال کرده گفته هیچ بس نکنه. دیگه فهمیدی دیگه همین کارا رو من بس کردم. به خاطر چی؟ من بسیار روزای سخت به خاطر از دیدم. من قریبا 6 ماه میشه که من مجالده میکنم به خاطر که بانیا برسم من کار بار وظیفه کل ما دست دادم به خاطر که من دایی برسم. روزای سخت دیدم که آلمان گفتم برم قوم خیش بچهای کاکای مادرشون کلگی دیگه مرا چی کردن دیگه تهدید کردن، هر چی گفتن. بازم من از او تیر شدم، مرا تهدید کردن، اکمانایی کردن، هر چی کردن. فهمیدی؟